در زمینه تطبیق فرمان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1996-2005 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی در شهر و ناحیه‌های حدود ولایت ختلان چهاربینی روز دعوت شونده برگزار شده. جوانان اختیاراً با روحیه بلند خودشناسی ملی و وطن دوستی برای ادای خدمت وطن رهسپار شدند. قبل از همایشی که به شرف گسیل اولین گروه جوانان تحت عنوان روز دعوت شونده در ناحیه وخش برگزار شد، طبق طلبات جاری سالمی هر یک جوان دعوتی مورد معاینه طبی قرار گرفت. تاجیک منم و تاج جهان بر سر من، فرزانه و یکتای جهان سروری من روی جهان بیگشته باور کردم، زیبای جهان نیابی چون کشوری من. ما مادران ملت تاجیک همیشه شکرگزار از غمخواری های بی اندازه اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان می نماییم که با تشبث و اراده مستحکم شخص بزرگ ابد قدرت در دنیای صاف و بی‌غبار تاجیکستان بهشت‌آسایمان زندگی و فعالیت می نماییم. ما مادران ملت تاجیک همیشه باوری کامل داریم که شما فرزندان عزیز با یک سری بلند خدمت مادر وطن را ادا کرده به زادگاه خود برمیگردید و بهر خلق و وطن خدمت‌های با سزای می نمایید. در ورزشگاه کالج طبی ناحیه وخش به مناسبت گسیل نخستین گروه جوانان به خدمت حربی با اشتراک رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه، اعضایان کمیسیون دعوتی، فعالان، دعوت شونده ها و والدین آنها چهاربینی روز دعوت شونده آغاز گردید. امروز ما با سر بلند گفته می توانیم که فرزندان دلیر و شجاع وطن عزیزمان با خواهش خودشان و قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده میخواهند که وطن عزیز خود را حمایت نمایند. من مادر خوشبخت هستم که امروز فرزند من عبدالغفار حسن جان بعد ختم دانشگاه ملی در قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت وطن مادر را ادا کرده ایستاده است. من به همه مادران گفتنی هم که چطوره که در دل فرزندان خود مهر مادر را جای کردند، در دل فرزندان خود همانطور مهر وطن را، مهر وطن دوستی را جای نمایند. رئیس ناحیه با سخن تبریکی برآمد نموده قید کرد که خدمت به وطن مادر برای هر یک جوانمرد با ننگ و ناموس وطن قرض می باشد. از این رو هر یک جوانمرد باید این قرض خود را در نزد وطن با خدمت صافدلانه و روحیه جوانمردانه اجرا نماید. گفته شد که در زمینه دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان شرایط خدمت در قسم‌های نظامی به مراتب بهتر گردیده، دوام 2 سال خدمت حربی جوانان دانش سیاسی حربی خود را بلند می‌بردارند و جسماً و روحاً آب و تاب یافته با سری بلند به نزد والدان خود برمیگردند که این مایه افتخار و سرفرازی هر یک پدر و مادر می‌گردد. در ادامه چهاربینی همچنین دیگر اشتراکداران از جمله دعوت شونده ها و والدان آنها عاید به خدمت وطن مادر اندیشه‌رانی نموده به جوانان در جاده خدمت وطن صداقتمندی تمنا نمودند. من فرزندی با ننگ و به ناموس این ملت به خواهش خود به کمیسریت حربی ناحیه وخش حاضر شدم برای خدمت مادر وطن. آمادم در هر یک گوشه کنار وطن عزیزم خدمت صادقانه نمایم. با این مقصد همه جوانان کشور را دعوت می نمایم که برای خدمت مادر وطن تیار باشند و آمده در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان صادقانه خدمت نمایند. به 115 نفر جوانان که کورس‌های کوتاه مدتی رانندگی را ختم کردند، شهادتنامه رانندگی سپرده شد. جوانان با عزم و اراده ناحیه وخش چون دیگر جوانان تاجیکستان صاحب استقلال با افتخار و سرفرازی آماده بودن خود را به خدمت وطن مادر بیان نمودند. من ختم کرده دانشگاه مالیه و اقتصاد جمهوری تاجیکستان با اختیار خود آمده در ناحیه وخش در کمیسریت حربی نامنویس شدم
و میخواهم به وطن خود صادقانه خدمت نموده هر یک پارچه زمین آن را محافظت نمایم و اینچنین به تمام جوانان تاجیکستان دعوت به خدمت می نمایم تا اینکه آمده وطن خویش را محافظت کنند. همسالان عزیز، هر یک ما عهدهدار هستیم که هر یک پارچه خاک وطن را حفظ نموده دائما به خدمتش تیار باشیم. در دعوت بهاری جوانان طبق اطلاع مسئولین از ناحیه وخش 1 نفر از حساب فرزندان کارمندان مقامات قدرتی و 7 نفر فرزندان آموزگاران به خدمت وطن مادر سفربر کرده شده است. مورد ذکر است که در روز نخستین معرکه سفربرسازی جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در ناحیه وخش نقشه دعوت به خدمت وطن پوره اجرا گردید که این اقدام از درک بلند مسئولیت شناسی و روحیه وطن دوستی جوانان درک می دهد. امروز خرسندی آور است که تمام جوانان ناحیه ما به صف قوای مسلح تاجیکستان سفربر شده ایستادند. نقشه ناحیه را در روز یکم اجرا کرده ایستادند. وقتی که من این جوانان را میبینم دوره خدمت خودم در کشور خارج به یاد میآید و خواهان آنم که خدمت وطن این مردانگی است. از تمام جوانان ناحیه و ولایت خواهش به آن میکنم که آمده در صف قوای مسلح تاجیکستان خدمت کنند وطن خود را حمایت نمایند. در قسمت دیگری چاره‌بینی برای این جوانان که بهر حفظ وطن به قسم‌های حربی و نظامی مملکت شامل می‌گردند خوانی ایدانه آراسته گشت. هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه سرود و ترانه‌های دلنشین و وطن دوستانه را پیشنهاد اهل چاره‌بینی نمودند و جوانان در وضعیت خاطرمان به خدمت وطن سفربر شدند.